السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا پس از مردن هست؟ بله، پس از مردن هست. به قول شاعر میگه دلت میلرزد از تنگی مرگ، زبیمش زرد مانند و زریری. به خود بازا خودی را پخته تر گیر، اگر خواهی پس از مردن نمیری. اینجا مردن بعد از مردن یا مرگ بعد از مردن به چی معناست؟ کسایی که آنها در دنیا کاری نکردن که در جنت بروند و در جهنم میروند و در عذاب به سر میبرند، خودشان میگن که یا لیتنی کنت ترابا، و خودشان میگوین که ای کاش که ما را مرگ بگیره، کاش که ما خاک میبودیم. پس او حالت بدتر از مرگ است. این شاعر بزرگوار خیلی زیبا میگه به خود بازا خودی را پخته تر گیر، اگر خواهی پس از مردن نمیری. آرزوی مرگ را نکنی. انشاءالله الرحمن اگر این اشعار برایتان پرمعنا و پسندیده هست و ویدیوها برای دیگران هم شیر کنین دوستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.